این 5 تا قانون طلایی رو کسی بهت یاد نمیده، ولی اگر کسی این ویدیو رو برات فرستاد بدون خیلی دوستت داره و آینده‌ت هم براش خیلی مهمه. قانون اول: هیچ وقت خودت و خانواده‌ت رو جلوی دوستات و علل خصوص پارتنر زندگیت از تب و تاب ننداز. ای کاش خانواده‌م هم مثل تو منو درک می‌کردن. خانواده خیلی سمی دارم. خدا رو شکر تو منو درک می‌کنی، اومدی تو زندگی. لولت که بیاد پایین، استانداردات به همون اندازه میاد پایین. بریم این لباس از زارا هم استایل کنیم. قانون دوم: سعی نکن برای همه اوکی باشی. من خودم مثلا از آدمی که خیلی اوکی باشه و حد و مرزی نداشته باشه و خط قرمزی نداشته باشه فاصله میگیرم. اصلا خودم در وهله اول هیچ وقت دختر خیلی اوکی و همه پسندی نبودم. 3: دوستت رفیقت میشه، نه رفیقت هم خونت. پس اینا رو هم جای درست بذار، مدیریت کن. قانون 4: فقط به 2 نفر میتونی رازها و درد و دلاتو بگی، یا تراپیستت یا خودت. دست هیچ کس آتو نده، حتی اگر بهت آتو داد که باید احساس صمیمیت کنه، چون این یه سیاست رفتاریه. و قانون آخر که از همه مهمتره: خواهشاً نقش پتروس فداکار رو بازی نکن، نه برای خانواده‌ات نه برای شریک زندگیت. این زندگی توئه، اگر قرار فدا بشه باید پای تو فدا بشه، نه کسی دیگه. بای.